بالا متوبتا حالی بدل جان سلام بیادر. و علیکم السلام. نان تا بخو مکتم بیادر یکم. تو نان تا بخور واسه. خوب بیادر. خودت از کدام قوم ما؟ خودت از کجا هستی وطندار؟ خودت از کجا هستی؟ خودم از افغانستان هستم. تاجیک هستم. افغانستان. از کدام ولایت؟ ولایت از خود کابل. تصویر تو هم روشن کن که تو چشم به چشم صحبت کنیم با خودت دیگه تو خوبش بیه. روشن کن. روشن کن. جان اینم روشن میکنم. باز چرا رقم روشن میکنم روشن کنم. مکتب دیگه امور رایی کو برام که روشن کنم. اینم من بر رایی میکنم. مهربانی. مشنو. دادرم. مهربانی. همین ما شما کلم از یک وطن هستیم. از یک افغانستان هستیم. تصویرت خاموش شد. خاموش شد. امیر رایی کو ما پاس آن کنم. دوستایی که مدیریتور هستین خاموش نکنین. من خودم تصویر روی کردم برش. فهم جان از اول یک سوال حجتی نکنیم که پیش بریم ای افغان است نیست یک باز ذکرش. نه ما بعد ما بچه دعوت میشیم بچه کدام نجات نه تصویر روشن کو صحبت کنیم. تصویر روشن کنه خاموشش کردن یک بار روشن با این کامرا است اما خودت روشن کو برادر خوب خودت جیج با من کامرا نشان نمیده با خدا کامرا نشان نمیده که من روشن کنم. بله این تصویر بر روی میکنم من قبولش کرد. رایی کو وان اکسپت کنم. هیچ نامده این اول کامت اون پس خاموشش کردن. هی باش اثر درخواست میده. درخواست بده. دوستان مدیریتور درخواست تصویر رای نکنن برای درخواست تصویر نکنن تصویر بده. یا پس بالا بر آقاسه. من تصویر دم درخواست کرد رای نکنم. روان کن. ما فقط این یک سوال میکنم افغان خواهد ان شاء الله. از افغانستان هستم. نه افغان است یا نه؟ افغانستان. بعد افغانستان هر دوش یکی است به من. نه افغان اجازه بده لالا. افغانستان کشور است. من میگم از افغانستان خواستی خوب کشورت. بله. افغان نیستی تو. قوم افغان است یا ایست که زبان قوم تا پیشتر گفتی من تاجیک هستم زبانت فارسی. بله. در افغانستان هویت چی است؟ افغان است یا نه؟ بله. چرا نیستم کشور از کس یانه مرا من به این فکر رفتم که تو یانه مرا پرسان کنی که از قوم پشتون هستی از تاجیک از هویت ملی را گفت هویت ملی را پرسان کرد یا نه؟ افغانستان فعلا به نام افغانیات میشیم در جای دنیا که میریم به نام افغان میشناسند. ما درست است یا من نمیشناسم تو از آرکی تو پشتون برای من پیش کنید که از این جوان اوکی صحیح صحبت ما بچه داو داشلام هم نیستم یا بچه تاس هم نیستم. نه اینجا کسی داشلام نمیته. خب او داشلام اگه بودی بگه شاهنامه فردوسی است کدام گپ نیست کجا صحبت میکنیم. هر کس به خود زندگی میکنه. هر کس یک فرد است. بالکل میره بانی تو پیشتر یک کلمه را یاد کردی که والای گلابی سی تاجو این رقمیست ما پشتون هستم یه طور است تا چه وقت میکنی همین کارو؟ اینه من مثل یک سوال میکنم بچه داو داشلام نیستم تا چه وقت؟ نه چی تو ننال به خاطر که تو خوشم نمیاد که تو دستکا بزنی تو صحیح منظم اما تو سایکو یک چیز برات میگم گوش کن باستو مرا بگو سایکو یکی خب می صحبت که ما شما میکنیم تا صحبت که دیگه میشینیم اما تو که دستک بزنی و تو کنی به حساب دی افغانا نیست که به حساب ای دی افغانا نیست. تو دلایف صحبت میکنیم ما شما به حساب چی نیست که بسال تو روبروی باشیم. چرا برخطا؟ حال خود چرا برخطا است؟ من بچه داوم نیستم برخطا هم نیستم. بچه حال خود امی خود در خیر امی او بچه من چیزا برات میگم. امی تانی از ایره با کی میتی که مثال تو بچه داو نیستی امی مثال احسانش هست کی میتی مثال خود داو بزن خیر دیگه. ما یک بار دگم در لایف تو آمدم یه دقیقه فهیم جان سایکو برادر هم یار دقیقه میگه که بچه داو نیستی خیر امی احسان سر کی میپرتی خود داو بزن خیر دیگه. امی که بچه داو سایکو امی که بچه داو نیستی با فامیل تو به خودت رب داره این احسانش سرش کس انداخته نمیتونی که من داو نمیزنم خانه تا آباد خیری بینی یک دوم دیگه افغان هستی این هم احسانش سر ما نیست. اینمیال همت پشتون است
در بس افغانیت که ما بزنه به خدا قسم است که تا عربستان سعودی تا خانه خدا را کدش میزنم عظمت که در نمیال ما افغان خدا میگیرم خب به خاطر که هویت ما است اگر ما که در بس پشتونی که مت بس کنم برادر قند اسناد ندارم سند ندارم سو پشتون نیستم سر من انتقاد میتونه اما در بس افغانیت که در همت که در میکل کی خدا میزنم این دو این احسانش سرکار اجازه بده این احسان سرکار این احسان سرکار انداختن نمیتونیم ما فقط نه احسان سرکار نه خیر است سرکار اردیتان میگم سکه مت بیادر است برای ما خودت هموطن هستی اردیتان میگم اما تو یک نفس راحت دم تو آرام خدا کنین فقط یک گپ بر خودت میزنم باز کده مت بسایت ادامه بده فهم جان کن عظمت پسند کدی خو اول به کرکتری آمدی که مت جدی شد کده خب بیخی یک قسم عقده‌ای گپ زدی او جدی شد یک نفس راحت یک شپاو مثل مت وره ما گفتی که تا چی وقت ادامه میتین تا وقت ادامه میتیم اینمی رقم بجای مت جواب میتم تا زمان را ادامه میتیم تا زمانی که تاجک نام در داخل افغانستان از پشتون که در سر افغانیت ننگ نکنه اینمی رقم ادامه میتیم تا زمانی که از داره اجازه بده سوال تو تا آخر جواب میتم باز گپ بزن یک دفعه لالامی امی کامده ما را گل کنید ما سگرد داشت ما برو سعی برو گل میکنم برو گل کنم برو نکرده کامده ما روشن کردیم رئیس بیادر سعی خاموش کرد سرته اینمی جواب ما میتونیم مت با خود کنش بس کو ما اینمی کارهای خدا اینمی سیستم خدا تا زمان رو ادامه میتیم که از پشتون کده ازاره سر افغانیت ننگ کنه از پشتون کده تاجک سر تا زمانی که تاجک و ازبک و ازاره و ایماق و سادات و گجر سر افغانیت از پشتون کده زیادتر ننگ نکنه تا نمو زمان ادامه میتیم به خاطر کی وطن افغان هر کسی که گفت ما افغان نیستم اینمی رقم در مقابلش طالب هم هستیم در مقابلش اشرف غنی هم هستیم امان الله خان هم هستیم ملا عمر هم هستیم امی هر کسی که در مقابل افغانیت گپ بزنه مهربانی گروپان جادر ما گپ ترازیم یک کلمه ما میگم خب آیا خانه تا گفت ما کدام گفتنی خاصی ندارم ما میگم کیانه به خاطر ما که تا جای دیدم ما بیادرم ما تو را یک بار دگام در لایف آمدم گفتم ما از کی پشتیبانی کنی که از حکومت امارات گفتم نوش جان هر کس خودش میفهمه زندگیش بله گفتم تا که باز ما پایین شدم حالا ما آمدم امی بیادر ما فکس روخ یک معامله اگر تو خودت میگی که ما افغان هستم بله صحیح خودت هم افغان هستی برادر درست است نه آیا پنجشیر وطنت نیست بس تو را میگم برادر هست نه بله که حیواده که پنجشیر وطن تا به نام افغانستان که میشناسی چطور خود معاملت یک نفر گرفتی کل پنجشیری را میلگونی اگر من خودم اما پنجشیر باشم به خدا قسم است نیستم اما ما دمی ایران هستم یک رقم نگیری هر کس خانه شاباد اما اگر پیگه تو بزنی خب یک دقیقه فهم جان هم یک با مزرد اگر تو در کل عمر از زبان می آدم پنشیری یا تاجک یا سمت گفته توهین شنیده بودی اینا ما بجایش ناغر برو ویدیوش سعی کن اجازه بده نه یک دقیقه فهم خان یک دقیقه خیر است من نازک باز نیستم خاک نازک بازی کنم حقیقت میگم امیال دوستای 146 نفر هستن برو در لایف امیمت سعی کنین دوستای عزیز با والله قسم از ویدیوی پنشیر گرفته دویت داده که دوست دارم این وطن را سنگ چوب شه و خاک و مردم شه و قوم و شرف و فلان شه خب سعی کن همین جایمت پشتون است ما و تو پشتون هم نیستیم تو تاجک هستی مادری زبان صحیح همین جا ما میایم در پیش همت خواهگان دیوال است شاید از روی دیوالی هم چیز نگویه از او که زدنی پشتونم که تو نبری ما در پالیش گلخان بیاب میکنم گلخان گفته بیاب میکنم با والله قسم است اگر چیزی بگه در پالی ما استاد میشه هر چی که از آنش برای میگه ما که گلخان ها مشکل داریم صحیح ما که گلخان طایفه مشکل داریم اما اجازه بده اما وقتی که ما میایم فهم جان گپ تا آخر گوش کن وقتی ما میایم اینجا یک طایفه کلابی را که نه آبرو بر خود ماندن نه بر تاجک یک کسی که میگه ما افغان نیستم گلخان ما نسه از گلخان که غیرتی به خدا که در کل پاکستان باشه خب میگه ما افغان نیستیم که میگه افغان نیستیم ما میگم کنین لقت هر کسی که هستی حالت یک تعداد کلابی هم در داخل افغانستان خود غیرتی میگیره میگه ما افغان نیستم افغان که نیستی از افغانستان میکشه میتون در زور
کشیدیم هم میکشیم بالا. کلابی تو میگی کلابی نه؟ ما مشخص همین سوال هست میکنم کلابی کدام طبقه مردم افغانستان؟ کلابی کسی که ما افغان نیست. آقا سپیر سیگارت خلاص شد می تصویرت باز روشن کن سیگارت که خلاص شده باشه. رئیس که خلاصت من خودم میگم تا چی کو روشن نه. خیر از تو گوش. امت ورسره وگه پرید خیر دی. ما امروز صحبت میکنم. خیر از تو گوشه باشه اگان. بگو. نه سیگارت خلاص کو ما امروز تو چشم به چشم صحبت میکنم خوشم میاد کسی که رئیسی که سلام کنم رئیس باش. اوکی کو. نه بیاد. مهربانی اینال صحبت کن. بفرما تو که من صحبت میکنم بفرما که مگه به جوابتون سوالات بگو که من جواب بدم. خودت یک رقم احساساتی بالای من انتقاد داری. انتقاد خودت بالای من چی است؟ به خاطر چون انتقاد بالای تو دارم میفهمی بالای تو به خاطر چی؟ مهربانی. خودت گفتی که من کوچیستم از کو پایین شدم من کلابی ها را روندم وطن من رفتم مسافر. تو یک شرط طبقه تو کلابی میگو طبقه ایره میگو را میگی کلانای ما شما ای کار کرده چرا خود شما ضربه میزنید صحبتت خلاص شد بله صحبتت خلاص شد صحبت میگم کمی کلابی را به من منایش بگو تو کلابی کی را میگی اینال ما برات بگم بگو در این سرزمین کسی که صاحب اصلی سرزمین خود دانسته و خود همیشه افغان دانسته و گفته که من افغان هستم. کلابی من به کسی میگم که یک کسی در برنامه کاکتوس 6 به نام ریگستانی و در برنامه کاکتوس صحبت کرد. سالم محمد ریگستانی گفت ما اینمی مردمی که فعلا در نمی سمت شمال زندگی میکنیم ما گفت از کشور به نام تاجیکستان یک منطقه بود به نام دهبید بله تهبیدی ما گفت رانده شدیم بالای ما گفت ظلم صورت میگرفت ما به خاطر ظلمی که در اوجا بالای ما صورت میگرفت ما فرار کردیم آمدیم طرف اینمی کشور به نام افغانستان و در مناطق سمت شمال گفت ما در اینجا جایگزین شدیم و ما اصلا گفت از منطقه تهبیدی به نام کلاب یا از کلاب که است کلب به معنی سگ است و کلاب یعنی طایفه سگ به حساب از امی تاجیکستان گفت ما آمدیم و در افغانستان جایگزین شدیم. اینی مردم هیچ وقت خود افغان ندانسته و امروز صحبت هم که میکنه اولین فشار که بالایشان آمده در سوشل میدیا خودتون میبینید که میگه که ما دیگه افغان نیستیم ولی کسی که در سرزمین مردم بومی بوده هیچ وقت خود از این سرزمین دور ندانسته. ما در سرزمین در مقابل 3 جنگ انگلیس ما در مقابلش تن دادیم. ما در مقابل 3 جنگ انگلیس جهاد کردیم تباه برباد شدیم. فقط جغرافی به نام افغانستان ما نگهداری کردیم. روز در افغانستان آمده ما از هویت خود تیر نشدیم. افغان از هویت خود تیر نشده. خانه ما بمبار شده کشته شدیم تباه شدیم مهاجر شدیم تباه برباد شدیم ولی هیچ وقت نگفتیم که ما دیگه افغان نیستم. امریکا در سرزمین آمد با 45 کشور پشتون به شمول خودم هیچ وقت خود نگفت که چرا خانه مرا تالاشی میکنی چرا مرا تا گوانتانامو تا باگرام تا دیگه تا جزایر دیگه میبری. پشتون از هویت خود تیر نشده. افتخارانه گفته که من از سرزمین هستم زمین آسمان که یکی دیگه بخوره این کشورم است و تو مرا جدا ساخته نمیتونی. طایفه کلاب امروز در غرب در اروپا زندگی میکنه در نمی سوشل میدیا کی به افغانیت توهین میکنه کی به جغرافیا افغان توهین میکنه کی به افغانستان توهین میکنه. من کلمه گپ تو میگم خب بفرما. من گپ رسیدم کسی که این کارو میکنه او از او جاهل است که کار کرده خب نه ما یک دقیقه چی وطندار عزیز بر من این صحبت نکن که مثال یک نفر جاهل است اما تو یک صحبت نکرده. این یک نفر نیست این یک مفکوره است.
این یک طبقه است، یک کتله است، یک تبار است. تو ما چی میگم؟ از کدام اقوام ماستی؟ از اقوام پشتون ماستی نه؟ تو صحبت خودت رو چی میکنی؟ من افغان هستم، از این سرزمین افغانستان هستم، تمام جغرافیا مربوط خودم میشه. افغانستان بله کلا ما از اونجا هستیم. من ما خودم تاجیک هستم، داری زبانم است، اما خودت بیادر از اقوام پشتون ماستی نه؟ صحبت خودت رو ادامه بده صحبتایت. یعنی من میگه تایید کو کاستی یا نه؟ ما با او کدام کرافی خوب ندارم. مربوط خودت نمیشه. خوب خیلی داله این رقم که ششتم در مقابلت خواهی نمیشه. چهره را که میبینی چهره تازی است، چهره کی است؟ خود چه افغان است دیگه در مقابلت که ششته دیگه. و باید بفهمی دیگه چی این کلاه قمداری را نمیفهمی. کلا را تو سر ما رخ نزن. ما هم از این کلا داریم. ما هم پوشیدیم. ما چی میگم؟ امتحان امرای ما یک دقیقه ما یک سوال میکنم. چی میگم تا؟ گپ تا خلاص کردی ما گپ تا گوش کردم. در زبان خودت امتحان امرای خو میفهمی که افغان هستم دیگه. خود چی ضرور که سوال میکنی؟ افغان هستم. افغان نمیشناسی؟ افغان هستم. از کدام ولایت افغانستان؟ افغان هستم. از تمام افغانستان مربوط خودم میشم. افغان هستی. از کدام ولایت افغانستان هستی؟ از تمام افغانستان هستم، به خاطر که تمام جغرافیا مربوط افغان میشه. افغانستان کلا ما هستیم. حداقل یک تازی مربوط افغانستان نمیشه. هاشمی خمی برات گفت. یک دقیقه خان صاحب کفایت میکنه. یک دقیقه ایرا کتما بان خان صاحب یک دقیقه خوب قصه ما گوش کن. تازی مربوط افغانستان نمیشه. افغان که میگم خودم افغان هستم. تازی خودت که میگه که کلگی از افغانستان است، او تازی مربوط افغانستان نمیشه. ما یک طبقه تازی به نام افغانستان داریم که مهاجر است. یک 80,000 خانواده در وقت شاه غازی امان الله خان که این ریگستانی را برات گفتم، ویدیوشان برات میکشم، در برنامه کاکتوس شیشته بود، مهاجر آمدن تقریبا 80 سال قبل میشه. این جانب که افغان است از این سرزمین است. مهربانی خانه تابات تو میگی که فلانی گفت که کولابیا ما از کولاب هستیم کی رقم خوب قصه ما گفت. نسل چیچین هم از پاکستان آمد تذکره گرفت افغانستان گفت من افغان هستم. از پاکستان آمد ایره به مجرا بشه تو افغان هستی. تو افغان خدا میگی تو بر من جواب تو میگی به من میتم برات نال جواب شه. بر من در جغرافیا یک نفر چیچینی را نشان بده که بگه که من از افغانستان هستم. چیچینی را نشان بده. من نشان بده. نشان بده. نصف پاکستان تنها تذکره افغانستان گرفتم. نشان بده. بچه نشان بده میگم ثبوت کو. ما خبر ویدیو میکشم. نشان بده. شخص با این کار که تو به من کردی نه کلاه که باز مرا میگی که افغانیتی. ما با افتخار میگم افغانستان وطن ما است. از اموجه هستم دموجه زاده شده ما هستم. تو چیچینی را که صحبت میکنی بر من چیچینی را نشان بده. دوستا یک مداخله یک دقیقه فهیم جان یک دقیقه احساساتی نشو دوستا یک دقیقه دوستا سایکو سوال ما جواب بده. فهیم عزیز سایکو ما چی گفته؟ نیم افغانستان نیم فعلا تذکره پاکستانی داره، پاسپورت پاکستانی داره، صحیح است؟ قبول؟ اما اونا کلشان میگه ما افغان هستیم. اونمور سبا اینمی میشه میاره میشه در پکتیا و در پنجشیر و در پروان جای میتون میشه. او افغانم است. اینمی حالا تو خودت در کدام کشور هستی؟ یک دقیقه در کدام کشور هستی؟ من 4 بغل هستم در کشور در امریکا هستم. مثلا در هلند هستی. فکر که داخلی خود برات میتونم تو افغانم هستی، خونم هستی، صحیح است؟ پاکستانی ها 60 میلیون گوش کن 60 میلیون 70 میلیون پشتون در پاکستان هست. کلش پاسپورت پاکستانی داره. افغانستان صدقه سرش. هر کدامش که بیای که بگه من افغان هستم افغانستان صدقه سرش. اینا گوش کن فهیم جان یک دقیقه. سوال همت بهترین سوال کرد. سوال همتی است. کسایی که از پاکستان آمده در افغانستان تذکره را گرفته و بگه من چیچین هستم سر خاندانش بالا میشم. یک دانه چیچینی رو برای من نشون بده داخل افغانستان که بگه من چیچینی هستم. ما گپ تو را تایید کردم. خب فهیم ادعا کردی ما تو خود دیگه به حساب دیگه خودت خود به حساب مکاکگی و ما یک صحبت که میکنیم. ما بس بودن کلابی و تازی را بر اینمی جا ویدیو میکشم پیشوری اینمی 172 نفر ما بر ثبوت میکنم. خودت یک ادعا کردی یک دانه چیچینی را اگر نشان ندادی فهیم
یک دونه صحبت دیگه هم باز کردن نمیتونی دیگه به خاطر که دیگه خودت خود دیگه من نشان بده من نمیدونم الله مهربانی نشان بده. امت خیر است. امت یک دقیقه فهم جان. مرا میگی؟ نه امت مرا چی میگی؟ یک دقیقه امت. لالا امید گپ ما گوش. لالا امید گپ ما گوش. ما یک دقیقه ما برای ما گپ میزنم با تو. از ما یک کلمه با تو هر چی میگی بگو. سایکو. لالا امید از ما یک کلمه. امت پرزه. خب مهربانی. امید برادر گفتی که تشگاب دی. صحیح نه؟ ما از امی پرسان کردم که میکولوبی کس مشخص به ما بگو که فلان. امی مانای چیز که میگم ما تازیستم کلا را به ما کلای قنداری او آدم دنبال افغانستان جور میشه تا میپوشی ما میپوشیم یک بچه از آرام میپوشه تاجیک هم میپوشه پشتون هم میپوشه تیره به خود افتخار من یک چیز دیگه میکنم من تذکره خدا برات میکشم تذکره کتابچه خدا ما افغانیت خدا بر نشان میتم دینمی لایف افغانیت خدا توسط تذکره کتابچه و هفت پشت خدا در کنده که در افغان یک دقیقه هفت پشت ما که در افغانستان از قریه قصبات کاکا ماما تمام هفت به خاطر که تذکره کنده را وقتی که نشان میدی کل امو بیوگرافی امو قومت میبره این ما برات نشان میتم این تذکره را مال نشان میتم تو باز یک دانه چینایی را یا چیچینی را که نشان ندادی باز دیگه خودتان پیش ما یک تازی هستی و تو از امو کلاب یا طایفه سگه که از تاجیکستان و از تاجیکستان آمده بود تو هم از طایفه سگ هستی پیش ما امت جان یو دقیقه فهم جان تا مایک دفن که نه فهم یو دقیقه فهم جان نه خواستگاری دیگه نامدیم سریش من رو دیگه خواستگاری من آمدیم کسی خواستگاری خود نامدیم که دیشه من کسی خوش به نامه دوستا یک دقیقه نه بچه یک دقیقه خود گفتی که بیشتر تو مرا تازی میگی یک دقیقه ما تازی آفرین مالتق یک چند قارون شو که می آقا سب چی میگه با کل ما گپ میزنیم دوستا فهم جان فهم دوستانه هیله که مایکونو میوت کی همه جان تخپل خوب مدیریتوری فهم جان ما مایک تا بسته کردیم فهم جان ما مایک کلگی رو بسته کردیم فهم یک دقیقه بگوش کو یک دقیقه فهم جان یک دقیقه سایکو دوست عزیز فهم عزیز هر کسی که باشه احساساتی میشه در مقابل گپ تو گفتی نیم پاکستان آمده در افغانستان تذکره چیچینی رو گرفته و نام میگه افغان هستن امت خودت نمی فعلا در استرالیا زندگی میکنی خان صاحب در آمریکا زندگی میکنی اوبای جان نمیفهم در کدام کشور است شما تابعیت دومتان گرفتین شما به او خاک وفادار هستین شما انمیال استرالیایی هستین خان صاحب آمریکایی تابعیت دومش شما به او خاک خیانت کردن نمیتونین اینمی فعلا هر کسی که میاد تابعیت افغانستان میگیره بروی هر موضوعی که تابعیت افغانستان میگیره به خاک افغانستان به مقدسات افغانستان به دین افغانستان به مذاهب افغانستان به جغرافیای افغانستان وفادار نباشه چوب در یک جایش آدم میزنه ایره دولت نزنه ملت میزنه در افغانستان هندوها زندگی میکنه خود افغان میگه در افغانستان کلابیا زندگی میکنه می فعلا خود افغان میگه کلابیایی هستن که از کلاب اومدن در افغانستان میگه ما افغان هستیم ما را تیر است تازی ما را تیر از کلابی میگه ما افغان هستیم امروز سعی کنین دوستای عزیز خدا کنه که کسی از گپ ما استفاده کسی نکنه دمیجه ما خودم سادات هستم پدر و پدرکلان و اجداد ما از سعودی آمد از عربستان آمد آمده ای خاک مرا جای دادن مرا او دادن مرا نان دادن مرا قدر دادن مرا عزت دادن مرا هویت دادن ما افغان هستم اگر من امروز در سعودی برم هر چی که سعی سعید که میگه در خانه شجره نداشت او سعید نیست ما در خانه خود شجره دارم با شخصی بر تو رایی میکنم ما به 72 پشت به کسی میرسم که تمام مسلمان های جهان بر از او احترام داره اما امروز ما بر عربستان برم میگه برو کن لق در کسی که هستی اگر امروز ما در قطر برم میگه کن لق در کسی که هستی تو پیش ما افغان هستی ما به جغرافیای افغانستان از عربستان که احترام زیادتر دارم خودت فهم جان قند دعا کردی لالا جان قند با والله قسم از بچه‌ای هستی که توهین نمیکنی فرق بین تو و امت و خان صاحب به اندازه اکثر سوزن اگر پیش ما باشه به کلمه شریف قسم اما ادعا کردی گفتی پاکستانی آمده در افغانستان تذکره گرفته این حال تو برای ما بگو پاکستانیایی که در افغانستان تذکره گرفته چچنیایی که در افغانستان تذکره گرفته که بگه ما افغان نیستیم ما چچن هستیم کی هست در کجای افغانستان است این یک سوال احمد
یک سوال امت اجازه بده فهم جان، یک سوال امت. این حال اگر میگی نمیفهمم یا نمیفهمی، مستقیم بر امت بگو بیادر رقم مرا محکمه نکن، نمیفهمم اما هست نمیفهمم. امت احساساتی میشه. ما باشم، ما به خدا قسم است به خاطر میزبان هستم کارت ندارم. اگر نه من میگم که بیادر رقم اونمو چیچینی که در افغانستان تذکره گرفته و گفته که من افغان نیستم چیچن هستم، تو بر من نشان بده با والله قسم است امت، قسم پر رب العالمین دخو طالبان دی شه، دخو طالبان دی چې ټول نړۍ راسي په افغانستان او وایي چې دغه کس چچن دي ځان ته افغان نه وي او ته حق نه لري چې ورسره وغږېږي یا ته حق نه لري چې پرېکړه وکړي. قسم په خدای کرانه ژوندی خلاصي چې ځان ته چچن وایي او راسي په افغانستان، یا ځان ته الماني وایي یا ځان ته امریکایي وایي او راسي په افغانستان ژوند وکړي او زه هلته ژوندی یم او زه څه ونه وایم. قسم په خدای چې زړه مې چوي ای که ادعا کرده خیلی بگو برادر قن ادعا کرده در کجای افغانستان چی چن است؟ نالا ما جواب تمیتم لالا تصویر تروشان کو، تصویر تروشان کو صحبت کو، تصویر تروشان خلاص روشن میکنم تشویش نکنم چی میگم. نه تصویر تروشان کو سکرت او سر بود طرف پارت نه ما سکرت دالا میگم که اکانت شوری با تو جواب بشه بته بان که بپره صحیح نه خب برادر سیگرت اوسو بزن خال خیر سیگرت مهم نه قسم گوش این فکر لالا تو از ما افغانستان هستی نه من لالای خودت نیستم، مهربانی صحبت‌هایت ادامه بده. لالایت نیستم، من لالای کسی نیستم، مهربانی. خب از چی میگم تو کسی هستی توهین کردی یکی. خب چی کده؟ چی کده؟ تو با خودت خود توهین کردی. ما یادت من نمیگم چی گفتی. گفتی ما چه قسم یعنی؟ تازیستم نه؟ گفتی خودت نگفتی. شک نیسته. سیگرت زد رفت وان مسکینه. آمی جان خوب هستی بخیر؟ اوبای دوره را پدیره بخشنه سره دلتا خان صاحب مخی راغلی و خان صاحب تو سلامونه و نیکی هیلی. سلام علیکم باچا صاحب، بسیار زیاد میبخشی من خود نخواستم در صحبتهای خود لالا احمد و شما و دوست ما کاشمی صاحب بالا آمده بودن مداخله بکنم. اگر هاشمی صاحب با این هستی من برات یک مثال واضح میتم. یک گروه از افغانای ما بعد از سال 2021 انتقال داده شدند به کشورهای اروپایی و تا فعلا هم شاید به شکل که باید دائمی زندگی بکنن یا شهروند دائمی شوند تا او اسناد نگرفته باشند. اما روزانه تو میبینی که در تیک تاک ها میایه علیه افغان خود اگرچه جرم فردی سن امروز در نیمی امریکا شاید شما در خبرها شاید شنیده باشین که یک بوتانی میخیزه زن خود تکه تکه میکنه. پلیس امریکا میایه اونجا بیادر فامید تحقیقات خود میکنه، هیچ کسی دیگه هیچ از بوتان دیگه کسی نخیز نگفت کی کار کرده. اما یک تعداد ما گپم سر عزیز که اینمی آدم گفت که ولای ترس یک تعداد طالب به جرمنی نرسیده به اروپا نرسیده بیادر فامیدی اسنادایشان طالب بیادر به طی مراحل نشده گریان دارن. هر روز که یک کار میشه میخواد افغان خود دگان تلقین میکنن که والا افغان تو که عمر دگه در بین 10 تا خوب 2 تا خراب هم میباشه. حالا خراب خو نمیتونه که کلش نمایندگی مره کنه. خو همی 30 نفره که امروز بیادر از آلمان اخراج شده برین شما تبارش یک دفعه بخوانین که کدام تبار بودن چی میکردن. مواد مخدر در افغانستان کی میفروخه برادر؟ اونمو مردم رفته بودن دمو جام مواد مخدر میفروخت. سر بچهای خورد در کابل کی تجاوز میکرد؟ خونمو مردم رفته بودن گنگریپ کرده بودن. ایناله این مردم میاین در اینجا میگن که والا چیچینی خی تو مادر و خوار و کلتا به چیچینی ایلا دادی. باز که میگی که پاکستانی آمده یا دگاه آمده تو 52 کشور آورده میتونی، عسکر 52 کشور در کشور ما قدم زده میتونه، اما طالب یک چیچینی را آورده نمیتونه. تو به روسی گرفتی زن دادی اما طالب نمیتونه آورده. بر نیکولای زن نداده گفته مسلمان شده اما طالب آورده نمیتونه. برادر تو آورده بودی ناتو را، تو عسکر ناتو بودی اما طالب آورده عسکرش است. فرق بین تو و طالب خب بسیار زیاد است. من کسی نمیجه میبینم تو آورده بودی عسکر ناتو سر تو بادار بود. تو را که میگفت که ندرا ایده خانه نمیتونستی در آمده. مرد بودی که در ایده خانه که میگفتید ندرای دوستمت قبول نمیکرد. دو روز در سر خانش بی 52 را گشتان چطور قبول کرد؟ ربانیش قبول نمیکرد. دو روز در خانش سر خانش بی 52 را گشتان چطور قبول کرد؟
حالا کم زره میایین حقیقت بگوین. اگر طالب آورده خود طالب خودش اونجا بیادر فهمیدید در ریاست چیشته اونمو هر کسیش که از بیادر اون اسکرش از برش کار کرده میره بیادر. ضرورت داره. افغانستان یک جغرافی بسیار پهناور است. ما ضرورت داریم. عربستان هم نمیاله سر قطر. آقا صاحب خودت در قطر هستی، کدام روز کدام پلیس قطری را دیدی؟ کلش پاکستانی است. در عربستان کدام پلیس عربستانی بغیر از جنرال ها و دیگه چه دیدی؟ خوی اسکر و دیگه کلش بیادر از چی است؟ از پنجاب از این جای هستن. و بیادر پنجاب به می جور شده هندی و پاکستانی و اینا هستگاه. آقا خان صاحب امی یک کتاب مرا بانین که من اینمی ایره ما با امی ثبوتش نشان بدم به خاطر که امی دوستایی که در پایین هستن یک سوی تفاهم برشان نشه. این صحبت ها را که من کدم به اساس اینی کدم ما فقط گوش بسیار کتاب باز دوستای دیگر وقت اجداد ما در زمان امیر تیمور گورکانی از سمرقند فرار میکنن و میاین به طرف جنوب خراسان که میاین به مردم سمرقندی دهبیدی میگنش. شهرت به دهبیدی دارن که هنوز خریم و دهبید نام داره. دهبیدی از جا فرار میکنن میاین به قسمت های میکولاب تاجیکستان، قسمت های پنشیر، بخشی از پروان و بخش هم در طرف مزار و خلم تاشقرغان. در اینجا به خاطری که تحت تعقیب قرار نگیرن به مناطق بسیار دوردست و کوهستانی از ترس امیر تیمور گورکانی فرار میکنن که پنشیر هم یکی از قسمت است. به او خاطر ریگستان مرکز شهر سمرقند است. شما سمرقندیستید؟ و ما سمرقندیستیم و خریم و دهبید نام داره و سمرقند مرکز شهر خود ببخشید ریگستان مرکز شهر خود سمرقند است. به او خاطر ما ریگستان شما پنشیری سمرقندیستید دیگه. ما خودمون میفهمیم که دهبیدی میگیم بیشتر. زنده باد کلاب. برو سیز گرفتیم. اما تو را بعد لدینا بیتا تا په دغه موضوع باندې وغږیږه. دا عبید یو داسې یو کس مخکې ښکاري. عبید جان مهرباني وروره. خب با سلام برسه به دوستا بس چیزی در لایف که چیزی دوستا هستن. سرور جان ما یک سوال دارم. خیلی من بلام نیستم، خودم در زبان هستم، یک افغان هم هستم. چون که خداوند چیزی که پیدا کرده در دنیا هر قوم مختلف پیدا کرده در قرآن هم گفته. ما از خود یک سوال دارم که وقتی یک شرابی که مثال شرابی خدا میزنه وقتی که خداوند در قرآن گفته که توبه کرد او را تو چی صدا میکنی پس از شرابیش؟ عبید جان قند خیر یک سوال از دیگه که مثلا گپ نزدم دیگه گوش کن. ما یک سوال از امیر سرور جان میکنم. خیر ما گپی در قومی رو سکو از کی سوال میکنم آقا سبیل نه پرسان میکنم که از کی سوال میکنی؟ احمد جان خیر است. احمد از تو سوال کرده خب من میره خیر است اجازه. نه از سرور پرسان کرده. سرور دیگه کی است آقا صاحب؟ از سرور پرسان کرده. سرور کی است دیگه؟ برادر کام خودت خیر. نام خودت کی است؟ برادر ای نام سرور نیست آقا بچا. سرور کی است؟ احمد خیر است. احمد ساکه جو بیا می سرور به بیار آقا صاحب. سرور به پیدا کن. یک دقیقه احمد بچا ما تواز نکن دیگه. ما تواز نکن جواب ته بتم لوده. اول خو اینجا آمدی گفتی که سرور جان من از خودت یک سوال دارم. او آدم ایران مونده که اینجا خواجه شاهین است، عبید است، خان است، حمید است، سروایور است. این سرور از این است. هنوز بنگاله ما خیر دی عجی صاحب گزاره کوا. یک دقیقه نکو دیگه خونه خود جواب بده. خود چرا برو در لایف برو که کلگی نشه باشه شراب خورده باشه باز از او پرسان کن. اینجا کلگی جور تیار هم تو قصه میکنیم ساتری میکنیم. تو آمدی سوال نشه را در لایف جورا میکنی، سوال جورا را در لایف نشه میکنی. برو در لایف نستای نادری استاد چو بگو بیری که در دور پا میخری سیر پا بیره میخرین، سیر پا مصرف میمونیتون میشه خوار مادر بسته قوم 50 سنت آقا صاحب قیمتا را بالا نبر. 50 سنت امان از داره گرفته. تو دانه بیر گرفته 50 سنت آقا صاحب قیمتا را بالا نبر. احمد جان قن با قرآن اگه من قیمتا بالا برده باشم من منظورم چی است؟ من منظورم است که از این خانه خود که حرکت کرده پس که آمده تا شده 35 پا مصرف شده یعنی فول فول سرویس ما 35 پاشه 35 پاشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در لایف دی تاسو په ټیکا اخیستای خو انسانانو درته کارو. حاجی صاحب
ولا حاجي صاحب تا 3 کاله پوه شو ال پی جی ټي کې سره د مبارزه کړې ده په خدای تا ته حاجي مونږ صاحب، حیران پاتې دغه نوم مې نه زده کېږي په لیکلو یې زده کوی سمکه خو په هغه مې نه زده کېږي ال بی جی ټي کیو یو بل مسلمان خو شوی دی LBGTQ نه حاجي صاحب ګور حاجي صاحب د همت چې دی لغمانای دی شه د تا د غب ورکې بس یو کار وکړه دریم مخلوق وای آسان زم پکې والم غوږ نیسه زم پکې والم خبره ته غوږ نیسه دلته دا سړی راختلی ووایي شراب وخورې که شراب تویې کې پوه شوې اوس په دې سوري نه پوهېږو چې ته خوړلي وو که تویې کړي وو خو پښتنه یې کوله ای مسلمانانو تاسې یوې خبرې نه خبر یه تم خبر کا خبر نه یو خو تم خبر کا اورو تم خبر وای دا پاچا بیلان چې فرانسې ته تللی هغه وای په تیاره کې راکېنولي دي په کابل په میدان هوایي کې وای څوک ملي نه چې د افغانان نه دي وګی نه غواړو نه اخلي وای حاجي صاحب نه پیغام حاجي صاحب زه خو چې خبر شوم وای یو 10 نفر یو وخت وای زندان ته تللی دی ول نه پیغام په خدای خبر ولا خبر نه یو 19 نفر دی ځان دا یو خبر درته کوم ښه دا ګوري یو سړی ته نه ده ګوري د ځانه سړی زبر جوړ کړي د سړي بیا وروره جانه وروسته بیا وای طالبان ګرم دي طالبان دښمنان دي طالبان داسې دي ګوري موږ له خلکو سره ډېره نرمي کوو حاجي صاحب اورم یو ما مایک شور یا نه مایک بهترین مایک ده ګوره حاجي صاحب یا خو ته طالب یې دوم یې پښتون په اول سر خو مسلمان یې دا خو په دغه شک نه لرم الحمدلله ویاړم چې تا سره انډیوال یم او انډیوال مې بعد له دې نه یې پښتون او بیا یې